جان نوروز بنا بهار کی میبینم جان گلها را به شش خطار یکی میبینم جان گلها را به شش خطار در فصلی بهاره جان دنیا را به یک قرار کی میبینم آمد بهار فیضبار بادا مبارک هموطن زیبایی و رنگ دیار بادا مبارک هموطن خیزید خیزید نوروزی رسید ایام فیروزی رسید دلهایمان شد بیقرار بادا مبارک هموطن. ما در جماعت چوبک ناحیه همدانی قرار داریم و اینجا مردم با فرهنگی این ناحیه در یک خیلی منظره خوب دلنشین به هم آمدن تا نوروز خود را استقبال بگیرند و باید بگویم که در این میدان البته چون عنعنات نیک نوروزی بازی های خیلی خوبی تاجیکانه مردمی نوروزی البته سازمان داده شدند و در چند گوشه این بازی ها رو در اینجا دیدن ممکن است و سراول آمده ما به آن گوشه که در اینجا بازی بندکشی حال حاضر برگزار میگردد و دسته ها در اینجا آماده هستند و من البته از معلم خواهش میکردم که یک بار دیگر همین رفت روند همین بازی رو برای ما و برای دسته ها شرح بدهند آنگاه ما شروع میکنیم. خب استاد از چی عبارت است همین بازی؟ یکی از بازی های قدیمی که در سالهای قدیم میگذراندن این نمودی بندکشی است. قاعده نمودی بندکشی فرق ندارد که 10 نفره یا اینکه 5 نفر است. اساسش آن است که قاعده در اینجا من همین ریمول در مابین خط کشیدگی ایستادگی و مسافه 1.5-2 متر دسته ها جدا شدگی‌اند. کسی غالب میبراید که از خط کشیدگی همین ریمول کشیده رو بیرون میکند همون دسته غالب میبراید. هر کدیم خوب دستگیری میکنیم. شد خوب بیا معلم. دستای دیوم مرحمت دستای دیوم نوبت به دسته دیگر خواهش میکنم. تیاریم 1 2 رفتیم. خوب دوستان عزیز اکنون بازی ما با مرحله بالاتر میگذرد یعنی اندک جدیتر کلان سالها به اینجا میآیند و دعوت کردند که ما هم در همین مسابقه شرکت کنیم و من تکلیف میکردم که خوب سردار بخش جوانان ناحیه همچون نکروز جان هم از اون جانب شرکت کنند. من از این طرف نکروز از دسته خود و معلم خواهش میکنم که هم میکروفون میدارید و هم با قولی که شما این چیزا راهبری میکنید. خوب رحمت. خب تیار شدیم بچه؟ تیار شدیم. این خط این خط نه درسته 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 اوجا هم خط است. وقتی یک خط گذشت بازی بای دادگی حساب میکنه. خب گروه تیار شدیم. مرحمت.
رحمت با اشتراکتون رحمت. خوب مانا دسته نکروز در اینجا غالب آمد. نکروز این بچه ها در اینجا مشق کرده هستن یکان مراکبی که البته هر یک ورزشکارای حدود نویا در همه نمود چهاربینی نو بسته است، چه چهاربینی خاصی ملی باشد چه چهاربینی ورزشی باشد در همش پیوسته و همه روزه اشتراک میکنند. خب اصلا موفقیت های همین ورزشکاران نوحیه در کدام پایه است؟ در دوام سال 2020 ورزشکاران نویا در 10 مسابقه زیاده از 10 مسابقه های سطح جمهوری اشتراک نموده سزاواری در مجموع 95 مدال از جمله 18 مدال طلا 28 مدال نقره و زیاده از 40 مدال برنجی سزاوار گردند. آفرین. خوب حالا حاضر کجا بریم؟ دخترکای چوگانباز یا که گیربرداران وزنه‌برداران؟ اول وزن برداران هم ببینیم بعدا از چوگانبازان میرویم. دوستان عزیز اکنون نوبت به برداشتن وزنه میرویم در گوشه که آنجا بچه ها آماده هستند که وزنه برداری کنند. دوستان عزیز اینک همون گوشه که اینجا باید مسابقه وزنه برداری برگزار شود. من در اینجا یک وزنه هست 16 کیلوگرم وزن دارد. مرا مجبور نکنید با فکرم که من چندان هنری وزنه برداری ندارم. به هر صورت یک تا میتوانم من. اوپا خوب میدان از دلیل است. بچه کی هنر دارد؟ بیا میدان نوروزی بیا. آفرین. چی نام داری؟ رایموس رستم. رستم جان من با بازوی رستمانه همه حساب میکنیم و دستگیری میکنیم. رفتیم. یک بلند بیست 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 تا. آفرین. رستم جان از کدام دهه هستی؟ از دهه مهرور. از دهه مهرور. یگان مراتب هم خیلی تجربه داشتی یا که نه همین حالی حاضر با میدان برآمدی؟ حاضر با میدان. حاضر. رستم از دهه مهرور با بازوی رستمانه میبینیم که از رستم دیده کی زیادتر میبره. سلامت باش. تشکر. خوب دادی خدا را دستگیری میکنیم. رفتیم. یک بلندتر. معلم این ورزشکار است یا که؟ خب شاگردان معلم هم در اینجا اشتراک میکنن. الکی رستم رو گذشت دادی خدا. بافکم 50 دادی خدا 50 منه باز کی 50 کی بیا یک خیلو را مجبور همین داخلی همین. خب رفتیم. 1 4 5 6 7 8 9 10 11 خواننده مکتب میونه. حسیویت 28 حسیویت 35 36 37 38 39 40 بسیار خوب. چی نام داری؟ یوسف جان از کجا میشی؟ از شهرک مسکو. از شهرک مسکو. یوسف جان در کجای میخونی؟ کار میکنی؟ در مکتب میانه رقم 17 کار میکنی و میخونی؟ میخونی. صنف چند؟ صنف 11. صنف 11. من یوسف جان صنف 11. خوب آینده کی شدن میخوای یوسف جان؟
من دویانه دندان پزشک شدم. دندان پزشک. یک دندان پزشک چین براتی برداشت. بسیار خوب، سلامت باشی، موفق باشی. چی نام داری؟ موین دستگیری میکنیم. رفتیم. یک دو. موین. آها. اینا هم استاد شاگرد شما هم؟ نه این از دیگه مکتب. این از مکتب دیگر. از مکتب دیگر؟ از جماعت چوبک. از جماعت چوبک. بچه های چوبک دستگیری میکنیم. بله ها. آفرین. آها. 22. موین جان. موین. تحقیق هم نداد. اگر تحقیق هم نمیداد چند تا میبرداشتی؟ خوب دوستای عزیز، تاقی با موین جان اندک وزبینی کرد. اگر تاقیش نمیشد 50 تا میبرداشت. خوب چی نام داری؟ ذکرالله. چرا تاقیق هم نمیته؟ نه. اگر غمتین من کمک میکنم. بله. رفتیم. ذکرالله دستگیری میکنیم. 1 2 3 4 5 6 از دادی خدا مگذرد معلمیونه. 37 ذکرالله. 37 ذکرالله کجا میخونی؟ مکتب میانه. خوب جوان مردانی همدانی هم مکتب میانه میخونن. انا با همین زور و بازو هستند. در صنف چند میخونی؟ 11. صنف 11. آفرین. آینده کی میشوی؟ فارماسیست. داروساز. اینا همه داروساز، دندان پزشک. خلاص آماده باشید. ساحه تندرستی ما رو آینده های نیک در پیش است. مبارک باشد. چی نام داری؟ یونس. چند تا میبر داری؟ 20 تا. هیچ کاری است اینجا؟ 20 تا انیق میبر داری ها؟ وعده کرده است که 20 تا میبر دارد. 1 2 3 انا جوانی بغیره. آفرین. 20 تا گفته بود. با وعده وفا نکرد. چی نام داری؟ یونس جان. در صنف چند میخونی؟ 8. در صنف 8. خیلی یونس در صنف 8 میخواند. البته که همین قدر میبردارد. تو هم آینده دندان پزشک شدنی هستی. کی میشوی آینده؟ میلیسیونر آینده. به خاطر میلیسیونر آینده یک کفکوبی میکنیم. آفرین. در مسابقه ما دادی خدا غالب آمد. دادی خدا کجا؟ اینجا بیا. دادی خدا بیا. خاکساری نکن بیا. به خاطر غالب یک کفکوبی میکنیم مردم. یک کفکوبی میکنیم. دادی خدا خوب درباره خود چند حرف بگو. من خوشبخت دادی خدا مربی مکتب ورزشی نویا امیر سعید علی احمدانی. یعنی ورزشکار کسبی هستی؟ نه کسبی نیستم. این روز از حساب نوروزی باشد کم زیاد برداشتم. خوب چی تمنا داری با مردم؟ همه خوشبخت باشند، همه سربلند باشند، همه شاید تینجی و امنی در این مملکت ما وشون باشد. همین قدر تمنا دارم. نوروزیتون مبارک باشد. خوب کفکوبی میکنیم. اکنون دوستان عزیز این وزنه رو، این سنگ رو از میان میگیریم و با همین گرمی همین میدان اینجا مسابقه گوشتینگیری رو تشکیل میکنیم. در اینجا دو پیر خیرد همچون رمزی به میدان میبرند. البته مسلم است که در نوروزی های ما همین مسابقه گوشتینگیری منتظم برگزار می شود. گوشتینگیری اصولا یک جزء جدا نشونده نوروز است و اونجا پیران خیرت
وقتی که پیران کار میدانداری میکنن شکوه و جلال نوروز، شکوه و جلال همون میدان البته دیگر میشود. خب من خواهش میکردم از شما خود را معرفی کنید. من انا رحمانو گرداخوجا ای حیاتی نو ده حیاتی نو استخدامات کننده سرخوش سراچی نویای میر سید علی حمدانی. نفقه خور هستین؟ نفقه خور هستم. چند سال شد؟ 4 سال میشه نفقه میگیرم. پیشتر در کجا کار میکردید؟ جامعه در بوغالتری جامعه کار میکنم، خزینه‌چی جامعه کار کنم. 30 سال 31 سال در جامعه به پری کار کردیم. بسیار خوب. شما؟ ما استا هستم. استا؟ استای آهنگر. اسم شریفتون؟ شریف عوض. در سابق هم استاگری میکردین؟ اوه استا بودم اومدگیم. من از شما اکاهای عزیز یک چیز میخواهم پرسانی کنم. البته شما همون درویشانه ها و نوروزی ها را یاد دارین چگونه شکوه و جلال داشت؟ در وقتش در همه درویشانه میکردن. خب همه همون خلق خیلی جمع میشید. خب دعا میکردن که با کشت و کاری بهاری انا سر کنن. خب دعا میکردن مسافیدا دعا میدادن گوشتین بشید اینا بانکشی بشید. خب بز میشید. همه انانهای همون قدیمه را ایهم میکردن. چی تمنیات دارین در همین روزهای نوروزی با مردم؟ همین نوروزی هم ما تمنا داریم که همین نوروزی با تن سال با وقت چه بزگره پروردگار تنجی امانی را تا استقلالیت ما دایم چی باشه نقض باشد. خیلی دیگه ما میگیم که هم دایم سربلند باشیم آسمانی صاف باشد. بسیار خوب. یگان مراتب همون دوره ها در گوشتین گرفتین در دوره های جوانیتون؟ دوره بچگی را گرفتگیم. میدان بودیم. چند سال اکنون بعدی چند سال با میدان میبرین؟ همه پاسیفنوی دا فقط همه پاسیفنوی میکردیم. ای بالا بایستر او سر با سر هم دم گرفته گوشتین میگرفتیم. حال حاضر آماده هستیم با میدان برآمدن؟ نه دیگه من نیستم با میدان برآمدن. به هر صورت از شما خواهش میکنیم که رمضان یک مراتب با میدان برید و دوستان عزیز از همه خواهش میکنیم این پیران کار را همه جانبه یک دلانه دستگیری میکنیم. خوب میدان من رفتیم. من دو پیری کار در میدان و خواهش میکنیم که دستگیری کنین با صدای موسیقی. هوای جویا ها ها دستگیری کنیم دستگیری میکنیم ها دستگیری کردیم هلو که بدازم برای همین لطف برای همین مرحمت توفه های نوروزی مسلم است که همین مردم وادی کولا بسیار دوست میدارن تاقی چکنه و چکنه اصلا و خوب میشد که به هر دو پیری کار هم یک تاقی توفه میکردیم. مبارک باشد. تشکر. اکنون دوستان عزیز نوبت به پهلوانان رفتیم. با سال آینده به نتیجه. خوب تا سال آینده موقف. یا رقص در اجرای ها چک بزنیم دستگیری میکنیم مردم ها. نشد دستگیری میکنیم مردم ها. نشد اونم جون با فکرم شاگردان شما نه در میدان. بله حریف دستی راست ذکر الله شاگرد ایمان هستند. ای دست چپ پهلوان انا شاگرد میرزای خدیور هستند. پهلوان هر پهلوان نغز هستند در مسابقه نهیه و بیرون از نهیه برآمد کنند. پهلوان خوب هستند هر خوب آزمایی که هستند. خوب اصولا در همین ناحیه شما گوشتین ملی چگونه رشد دارد؟
گوشتنی ملی گوشتنی بهترین گوشتنی ملی ما هستن ما از ما گوشتنی ملی هستن گوشتنی ملی ما در نوعی ما اوج افتاده مربیای بهترین هستن پهلوانای خوب هستن ما هر ماه گوشتنی ملی رو در نوعی خودمون انکشاف می‌یابیم مربیای نقد داریم جایزه دارو هستن بله بله هست استودای وایسان گوشتنگری در مسابقه جمهوری رو میگیرن مسابقه منطقه هستن پهلوانای خوب مدال افتخار میارن یکم جای کردید میارن عموما تمام شرایط ها هست برای بله. گوشتین در ناحیه همدانی بله در ناحیه همدانی طلوع ورزشی گوشتنگری هستند خب همه شاتم معیار هستند نقد هستند پهلوانای خوب هستند بسیار هستند موفقیت برای شما رحمت خوب پهلوانان دیگر در میدان آرام 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 بازی این دو نفر مساوی سلامت باشین خوب من از دو نفر دیگر حلال اینجا بیا چی نام داری؟ بزرگمهر در یگان مسابقه اشتراک کردگی بودی؟ بله. در کدام مسابقه؟ در مسابقه های دوری در ولایت. در ولایت چندم جا گرفتی؟ جای یکم. کی؟ یک دو ماه پیش. دو ماه پیش؟ خوب چند وقت شد که در گوشتین مشق میکنی؟ 3 سال. 3 سال با تو کی مشق میدهد؟ استاد علیم ارگاشف. علیم ارگاشف؟ بله. خوب آینده گوشتنگیر شدن میخوای یا کی؟ بله. به خاطر بزرگمهر غالب مسابقه گوشتنگیری ما یک کفکوبی آفرین. در یک گوشه دیگر دختران چوگانباز ما را انتظار است و در یک گوشه دیگر مسابقه دورپرک. حال حاضر ما میرویم نزد چوگانبازان آنگاه در اینجا مسابقه دورپرک را تشکیل میکنیم. رفتیم. دوستان عزیز من همان گوشه‌ای که در اینجا دختران چوگانباز یک بازی خود را برگزار کردند و ما از فرصت کامل استفاده برده با سرمربی این دسته میرزا مولوی هم صحبت شدیم. اندیشه بنیاد یک دسته چوگانباز دختران از کجا پیدا شد؟ در اینستیتوت در هیئت کماند جمهوری بازی میکردم بعد ختم اینستیتوت تربیت جسمانی آمده در همین ناحیه خودمان همین سکشن را سال 1979 تشکیل نمودم. یعنی از همون سال تا حال حاضر هست؟ از سال 79 تا حاضر هم بازی دارم. بسیار خوب. خوب شوق ذوق دختران چه است؟ خیلی زیاد است شوق دختران نسبت چوگانبازی قریب زیاده از 30 نفر در مکتب ورزشی مشق می‌دهند. مسابقه دورپرک و باز هم از استاد خواهش میکردیم که برخی از قاعده های موجوده را در اینجا برای ما شرح بدهند. خوب دورپرک چی قاعده دارد معلم؟ قاعده دور پریدن همین است که از مسافه 20 یا 30 متر حرکت میکنه. در اینجا خط است، یعنی که در اینجا ما تخته نداریم باید تخته مونیم و پای آدمی بله موافق قاعده پا باید که در روی تخته نیاید یا اینکه نگذره. اگر گرچنده که در روی تخته بیا پا ای پیش ای تخته نگذره. برای همین حرکت حساب کرده میشه و در مسافه‌ای که میغلطه جای یا دستا یا اینکه بازو در جای میرسه ای هم مسافه حساب کرده میشه. بسیار خوب نباشد دوستان عزیز، چون انا اول من اجرا میکنم بعد نوبت به دیگران. خب من خواهش میکنم با من کمک کنید. مسافه پریدگی 5 متر. مسافه پریده من واه معلوم است که این از من دورتر میپرد. رفتیم. چی نام داری؟ یونس بود. همون وزن بردار باز در این مسابقه اشتراک میکند. نفر دیگر نشید. حاجی یونس بیا. رفتیم. بود نوبت که خط را زیر کرد نشد. خوب دیگر نفر. آفرین. اینجا بیا. پیش من بیا. نشید. بیا. چی نام داری تو؟
واریس مانا واریس باز این نفر از او بیا نه بس یک مراتب خب چی نام داشتی؟ موین از همه زیاد پریده است. حاضر باز نوبتی که بچه ها بیاین بیا دستگیریش کنه. نه خط زیر کرد. بیا آخران نفر قفاتر خیلی همت کرد. چی نام داری؟ محمد با فکر چند متر پریدی؟ دوست دیگه ده هوا بدم. از روی نشان داده که من در همین جا ایزی پا موجود است. محمد غالبی همین مسابقه دور پرک شد. یک کفکوبی بکنیم. محمد در کجا میخونی؟ کار میکنی؟ کار میکنم. در کدام مؤسسه؟ رقم 19. معلم؟ معلم. آفرین. معلم تربیت جسمانی یا کی؟ حربی. معلم حربی. خب معلوم است که معلم حربی باید در همین مسابقه غالب بیاد. چرا ما از همین کسب انتخاب کردیم محمد جان؟ آره بچه را که دیدم چه خیلی کی بود معقول چید مدامی بسیار کس معقول بود برام خداوندم پریدم. محمد جان خوب در مکتب شما درس تربیت جسمانی چگونه برآورده شده است؟ خوب تر گذشته رفته است. در درس ها کدام نمودهای مسابقه ها را برگزار میکنیم؟ والیبال، فوتبال، بسکتبال، همه نمود اسپورت ما مشغولیم. بسیار خوب. خب در همین نوروزی با مردم چی گفتنی است؟ نوروز با همه جوانان جمهوری تاجیکستان مبارک باشد. آفرین از نام محمد به همه جوانان تاجیکستان نوروز مبارک باشد. آفرین. خوب تشکر. خب دوستان عزیز بازی معمولی که در روزهای نوروزی عموما در بهاران بازی کرده می شود این لنکه بازی است. اصولا لنکه را می توان در حالت علاهیده آماده کرد از پوست حیوان و سرب، اما هم می توان در نوروزی اگر در یگان دشت دامن که هستیم می توانیم مثلا با همون برخی از علف هایی که در اینجا می رویند با همون هم لنکه بازی کرد. اما در اینجا ما لنکه رسمی داریم و حال حاضر همین را رمزی اجرا میکنیم. خب دوستای عزیز من بچه ها کی با من بازی میکند؟ ای خواهش من رو بسیار برسن. چی نام داری؟ ساربان تو قاعده های لنکه را میدونی؟ بله. چی قاعده دارد همین لنکه؟ لنکه با چند نمود لنکه زنی است. مقصد خیلی پرستو میزنی، پارا میزنی. بله. خوب. ای کدومش سعی کنم کردم. نه بیاین یک کار برای اونه که ما دور و دراز اینا بازی نکنیم من همین جزئیات آخری لنکه بازی را رولی میگویم. نه رولی با اصطلاح رولی هست. انا در همین جا یک مسابقه رولی تشکیل میکنیم. خوب کسی که رولی بسیار زد من همون غالبی مسابقه ما. خواهش میکنم التماس به جنگ و به دعوا اول من سر میکنم بعد بچهای دیگر ادامه میدن. ساربان اینا میقپی؟ خوب یک دم وظیفه من اجرا میکنی. رولی میزنم من بعد نوبت شما. آماده باشین بچه ها. آماده باشین. خوب من میدونم من رولی خوب دستگیری کنین که ها. 1 2 3 4 سه تا من 3 تا زدم. خوب نوبتی کی اکنون؟ دوستان عزیز سین و سال من و ساربان خیلی فرق میکند. حالی حاضر رفتیم 1 2 3 من و ساربان 3 بیا پرتا با کی میزند؟ آرام اکک. چی نام داری؟ ولی جان هم میبینیم. دستگیری کنیم ولی جان. 1 ولی جان 1 بیا کی میزند؟ ایبادلا ایسو بیا نزدیک دستگیری میکنیم. رفتیم نشد ایبادلا نشد. بیا چی نام داری؟ فایزیدین رفتیم 1 2 3 4 5 6 فایزیدین. آفرین. دور نرو. چی نام داری؟ دلیر میدان 1 2
سه در مسابقه لنگزنی فایزیدین غالب آمد. فایزیدین کجا هستی؟ فایزیدین بیا. یه های مهراور یک قرصک. فایزیدین چی تجربه داشتی در همین لنگه بازی؟ چند سال هستی؟ در رایون خردسالی خیلی بازی میکردیم لنگه بازی یاد گرفتیم همین. فایزیدین از چی آماده میکردین همین لنگه رو؟ از سرب خیلی من سرب دارد؟ از سرب آماده میکنیم. از پوستی بوز یا گوسپند. بیشتر گوسپند هستن؟ بله از پوست گوسپند خیلی لنگه تیار میکنیم. چرا من از پوست گوسپند انتخاب میکنن؟ برای که پشم از بازی باست با همین موافق میوید با همین چیز موافق. در میدان باشد چی من از کدام گل رستنی استفاده میکنین؟ از کدام علف‌های استفاده میکنین؟ از علف از کوکو چیم بگیم از علف اجریک خیلی چیزا. بسیار خوب. فایزیدین غالب مسابقه لنگزنی مبارک باشد. ما با آهستگی آمدیم سری دکی دلده یا دکی اوتله بریده گفتن. خوب اینجا خاله گلما با جمعی با دخترانش با فرزندانش انا در همین بزمگاه چند دکی اوتله در اینجا تهیه کردن و از اپای گلما خواهش میکردیم که برای ما شرح بدهند که چی هست اینجا. در اینجا برگ پودینه است، برگ گوشی بزرگ است، انا روشوک است، بوبانک است، شنک است. خاله گلما من همین شما گفته که با اهل دخترانتون در اینجا این خوراک تهیه میکنید. خب این میراثی است؟ من از وقتش همین کار میکردم. هر نوروزی دم همین آتاله میکنم، همین خلق دم میدادم. انا که کس میخنم با فرزندم دادم. اینمی مهرینیسا. با مهرینیسا دادم. میبره از بودش مهرینیسا. میبره. اینه میره مهرینیسا خودش بریده است، خودش گرفته است، آورده است. خاله گلما همین خوراک آماده میکردگی شما به همین ورزشکاران چی فایده دارد؟ دارد یکم فایده؟ خیلی آتاله چی بهار است. انا علف‌های بهاری هستند. یعنی پر از ویتامین است. پر از ویتامین است. میخورن خیلی گوشتین میگیرن. انا ورزش میکنن. وزن بردارش. خیلی دوندهاش میدوند. خیلی اسباب سوار میشوند در روز بهار. بسیار خوب. از شما یک تمنیات نوروزی. مرحمت. برای نوروزی تبریک میکنیم به همه زن مرد گلک سنگ همه طریق مثل همین سال با سالگی هممون با هم خیلی نوروزی را بگذرونیم. آفرین. و تنیسیات بدلی خوشبخت بگذرونیم. خوب. در تقویت گفته های اپای گلما ما هم آرزو داریم که همه ما و شما رو با نوروز دیگر برسونه. برای همه شما مبارک باشد. رحمت. در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خود ما دفچه زنیم. سومنک در جوش ما کفچه زنیم. چک بزنه مردم، چک بزنه. دوستان عزیز ارجمند، نوروزی که داشتیم در جماعت چوبک ناحیه همدانی به انجام رسید و در فرجام بار دیگر همه شما را با فرارسی نوروز خجسته تبریک و تهنیت میگوییم و البته اظهار صمیمانه خود را به رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه همدانی با همه مردم شریف همدانی و دستاندرکارانی که توانستند این بزم را برای ما و شما تشکیل کنند میرسونیم. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. همدیاران عزیز و ارجمند، اطمینانمان کامل است که این نوروز برای ملت سربلند ما یک عالم خوشی و خرسندی های دیگر بیارد. نوروزتان مبارک باشد.